با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، من احسان پنجی وکیل پای 1 دادگستری میخوام امروز یه صحبت کوتاهی رو در مورد نفقه فرزندان با شما عزیزان داشته باشم. طبق ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر خانواده هستش که در صورت فوت یا عدم تمکن مالی ایشان این تکلیف رو قانون بر عهده پدر بزرگ یا همون جد پدری و در شرایطی بر عهده مادر قرار داده. برخلاف نفقه زوجه که نسبت به گذشته، حال و آینده هستش، فرزندان فقط نسبت به نفقه آیندهشون حق مطالبه و ارائه دادخواست حقوقی به مراجع قضایی رو خواهند داشت. اینجا تفاوتی که قانون نسبت به فرزندان پسر و دختر قائل شده اینه که فرزندان پسر تا سن 18 سالگی و در صورت تحصیل تا پایان تحصیلشون و فرزندان دختر تا زمان ازدواج واجب النفقه محسوب شده و پدر مکلف به پرداخت نفقه ایشان در صورت تمکن خواهد. بین فرزندان مشروع و نامشروع هم قانون هیچ گونه تفاوتی قائل نشده و ایشان هم میتوانند نسبت به مطالبه نفقه از پدر شرعی خودشون اقدامات رو انجام بدن. زندگی و یا جدایی مادر و پدر هم در مطالبه نفقه از جانب فرزندان هیچ گونه تأثیری نداره و در صورت جدایی مادر میتونه به استناد به ماده 6 قانون حمایت از خانواده نسبت به مطالبه نفقه فرزند صغیر خودش اقدام و ارائه دادخواست به مراجع قضایی داشته باشه. در آخر اگر نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در این خصوص داری میتونید با شماره هایی که توی پیجم هستش تماس حاصل کنید تا با شما در این مورد صحبتی داشته باشم. با تشکر. خدا نگهدار.